اگر نامه متعلق به یک خانم باشه یک قسمت، متعلق به آقا باشه یک قسمت، آقایون میره بالا، آقایون بررسی مطالعه میکنه، مطالب که خانم‌ها می‌نویسن و آقایون نکنن. چون مطالب خیلی داریم که خواهرها می‌نویسن، خانم‌ها می‌نویسن، مسائل مختلفیه. همش بلاسته دانشجوی بسیجی. به خاطر اینکه ما اعتقاد بر اینه که نیروهای بسیجی متعهدتر، دلسوزترن به نماد رئیس جمهور، محرم اسرارم میخونن، یاد میگیرن، با درد مشکلات ضوابط جامعه، نظام، سیکل اداری همش آشنا میشن، بعدا تو سیکل اداری وارد میشن، تجربه خوبی براشون حاصل میشه که با تمام وجودشون احساس میکنن دارن مثل هموطن خودشون. یعنی اگه این احساسه که مثل هموطن داری یه کاری انجام بدی نباشه، شاید به قول شما کمتر کسی طاقت بیاره که مثلا بازدید. من نامه سفر قومی که جمع کردیم آوردیم. ولی یه درخواست، دختر من 20 ساله هستش، مریض ناراحتی کبد، روماتیسم فلان دارد، پدر هم ندارد، الان چند سال مستاجریم، خط فقر مالی ما بشه زیاد خواهش کمک میکنه. درست این نامه توسط این خواهرم خونده میشه، یه فرم‌های مخصوص ما داریم، این فرم درست رو این فرم رو ایشون میگیره به عنوان تلخیص کننده و یه جدول راهنما داریم، مبنای کارمون این قرار میگیره. نهاد هستش، نه بچه اداره خودمونم، نهاد اون بر. حالا چرا من خودم این انتخاب کردم؟ نظر شخصی من اینه، هر چیزی رو که بحث بشه به مسائل معنوی، حتی بنده که طلبه هستم علمشو دست پیدا نکردم، بلد نیستم، خیلی دارم به این موضوع دست پیدا میکنم. توی سوئد و برخی از کشورهای اروپایی الان بهترین مسکن رو برای جراحی دندان و غیره موسیقی قرآن گذاشتن. لذا کسی که جراحی دندان بکنن آنقدر حسشو میگیره، اون رگ‌های اعصاب دردش رو، رگ عصبش رو که به درد به تسلیم می‌کنه، یک چیزی بسیار خوش، زیبا و دلنشین بهش تزریق میکنن، ظرفشو پر میکنن، زمانی که میخواد جراحی بکنه درد رو حس نمی‌کنه. لذا ما داریم فکر کنم تو سوره فکر میکنم مائده قرآن هستش که تمام دردها رو درمان شما در قرآن داره. دعوت کرده بودن از تمام وزرای کشور که هر اتاقی رو تخصیص داده بودن به یه وزیر که بیاد اونجا بشینه و مردمی که مشکل دارن برن مستقیما پیش خود وزیر مشکلشون رو برطرف بکنن. 3 روز پیش توی تلویزیون اعلام کردن که یه شماره تماس دادن که هر کس توی تهران، اونا به خلاصه چیزی که میخواستن و میگفتن، بچه‌ها از طریق کامپیوتری تایپش میکردن. ببینید این که اصلا محاله به خاطر همچین مسئله‌ای وقت ملاقات بدن. اگه ما خوب باشیم ایشون راحت بیان اینجا بشینن، اینجا دغدغه‌ای نداشته باشیم میشه. خواهرای من اونجا باید نتنی هم از پدر یکی از مادر جدا، یکی آلمانی یکی هلند. میگه ملکه میز اونجایی که ما داریم خرید میکنیم، ملکه میاد خرید. انگلیس ملکه میاد خودش با سبد میره خرید. اولین نفر بود وارد چیز شد. اینا اینکه داره میشه برگردم جواب بدم چون من الان استرس دارم فکر میکنم چه بگم. آره ولی برگردم زود برمیگردم جواب بدم. مفصلم خدمتتون هستم. مولا رو میگی اولین نفر بود. الان کارش هم تموم شد. گود very good. خیلی خوب. من مشکل شخصی نداشتم. مثل مسائل خدمت چه از بکنم، تورم، اشتغال، مسائل اینجوری. گفت داریم کار میکنیم، کارگروهامون کار میکنن، زحمت میچشن، ما هم برسات سعی میکنیم برنامه ریزی دقیق تر باشه. خوبه برنامه‌اش. میگم مجموعی که هستن خیلی خوش اینا رو آدم میگم میتونه، ولی این که همش خوشش نمیاد، همش یه جون میگه خودم اصلا نمی‌شد باشه. باشه خوندم یه جون میگه من به تو خودم که شانس فکر کنم نیست. اینو میگم دیگه اینا زود با نگه به خدا
با نگاه با آدم میگم گرونی رو بگو. به قرآن مجید هنوز تو ترنگی آدم میبینه آلوچه میبینه موز میبینه. قسم به خانه خدا قسم که رفتم بچه‌م 3 هفته گفت تو ترنگی 3 هفته نمیشه 1 کیلو خریدم تو وقتی میگه که خوب بلدی فیلم بازی کنی، خوب بلدی فیلم بازی کنی، خب یادت بود ببین بر بچه چقدر قصه میخوری، برای خودت اینقدر قصه نمیخوری که بر بچه منم بچه هم این درمه. آره راست میگی. سه هفته گفت تو فرنگی کیلو 4 تومن چون آخر از این فروشگاه تربار هست 1.5 که شما براش خریدم همچین میگی موسکی بزار 200 گوش به قرآن مجید من واقعی من این چه زندگی شیر نداریم بخوریم، ماست نداریم بخوریم، گوش نداریم بخوریم، همش داریم چی میخوریم؟ واقعا چی بار میان؟ واقعی بار میان دیگه. همه درد سیاسی مملکت خراب شده رفت. واقعا این چه زندگی مردم با نشسته 200 تومن 220 تومن آقای هم چی بخورن گوش کیلو پیروزا به قرآن مجید گوش توی دست یکی تو اتوبوس دیدم و چین دلم خواست گوشت گفتم خانم اینا چقدر گفت این یه ضرر میبینی خانم 17,000 تومن کافیه. ای خدا میشه من بچه‌م بره سر生命脉动 Live， 近距离与动物的亲密接触，与大自然的成长之歌，从天到地，从陆地到海洋，生生不息的生命脉动。每周六下午5点半，精选纪录片《生命脉动》，就在公视13频道。感动99寻找台湾生命力短片甄选活动，分为动画类、非动画类、88风灾类。现在就把令你感动的人或事记录下来，就有机会获得10万元奖金。让我们一起记录台湾人内心深处永不妥协的生命力。新乐克台风先去庐山温泉的繁荣表象，塔罗温溪洪水难挡，北坡掩体地滑是颗未爆弹。你滑下来就整个就埋掉了。面对地质警讯，政府严拟庐山迁建，究竟要如何迁？目前还是困难重重。7月26号星期一晚间10点，我们的岛为您播出《庐山梦》。دفتر رئیس جمهوری همینجاست؟ کجا بود؟ پله ها برو پایین سمت راست میزه کامران عباس. بله کامران عباس نژاد. میزه دو سوت ماش بدن گوسفند دو سوت ماش تو برسن بعد تا گوسفندا درآمد ببرن دیگه هیچ راهی نداره هیچ راهی نداره. استانداری مراجعه کردی؟ استانداری رفتم، اعتبارات کل رفتم، همه جا رفتم، اعتبارات تهران هم اومدم. چی گفته اعتبارات تهران چی گفت؟ هیچی گفت برو به محل ندارم دیگه. حالا هیچ راهی نمیاد به غیر از اینجا اونجا باشه من چیکار کنم؟ تو کمیته اومده اونجا من هیچ درآمدی ندارم. ببین فعلا بانک‌ها بودجه نداره. شما بایستی چند وقت تحمل می‌فرمایید تا تامین بودجه بشه بانک‌ها، بعد از اون باز پرداخت می‌کنید. از این تاریخ من تحمل کردم. ببین تاریخش کیه؟ از این تاریخ از قبل از این هم هست.